اتاق فرار طلوع سرخ. هیجانی، ترسناک و با تم زامبی. اتاق فرار طلوع سرخ بود، رفتیم 2 تا گروه شدیم. یه همکاری تیمی رو میطلبه برای اینکه بتونید از پس اون چالش‌ها بر بیاید. بازی حالت مأموریتی داره، هیجانی و بدو. ما اومدیم شما رو نجات بدیم، پریدیم زامبی اومد سمت ما. اون چه کاری بود که کردی؟ کدوم کار؟ چرا زامبیا رو فرستادی تو اتاق مقابل؟ من یا تو؟ شاهکار همتیمیمون یه استراتژی ایشون چید که خودش رو نجات داد، ولی کاری کرد زامبیا بیان سمت ما و من تنهایی تو شرایط خیلی بدی قرار گرفتم. اومد خودمونو خونسا کنه، زد هم تیمیمونو قرمز کرد، ولی خب خوب بود دیگه، خودمونو نجات دادیم. شما با چند تا زامبی احمق سر و کار ندارید. زامبیا زرنگن، اکتیون و به سادگی شما رو میگیرن، یعنی گزیده میشید. واقعا من یه جا سعی کردم، یعنی یه جا این اشتباهو کردم و جدیشو نگیرم و گزیده شدم. بعد زامبی هم که دیگه رسما زامبی بودن، انگار مثلا یه دوره ای از کلاسای زامبی رو ثبت نام کرد. خیلی زامبی حرفه‌ای بودن، واقعا خوشم اومد. خیلی ترسناک بود، خیلی واقعی بود. یعنی اینقدر استرس داشتیم، عجله‌ای مثلا هی صدای شما رو میشنیدیم، بعد هی بعد حواسمون میبود زامبی نیاد، از اون ور سریع معما رو حل کن، بعد یهو قفل میکردیم دیگه. ولی شما خیلی تلفات دادی، چند تا چیز شکوندی، یه دونه نبود. آخه خودش شکست.